در جوانی طاعتی چندان نکردم، وای وای، طاعتی شایسته رحمان نکردم، وای وای. در جوانی طاعتی شایسته مشکل می نمود، مشکلی خود را چرا آسان نکردم، وای وای. با پدر نااهل بودم، از غرور و جاهلی با برادر شفقت و احسان نکردم، وای وای. امر و نهی حق تعالی را نآوردم به جای، خواندم و دانستم و فرمان نبردم، وای وای. راهزنی ایمان مرا از راه حق گمراه کرد، پشت بر قول بدی شیطان نکردم، وای وای. عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم، عمر را برباد دادم بی مناسب، وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغ عمل خندان نکردم، وای وای. اینما اموالکم اولادکم را خوانده ام، یک نظر بر آیت قرآن نکردم، وای وای. در پی نیکان نرفتم چون سگ اصحاب کهف، در پی نیکان نرفتم چون سگ اصحاب کهف. چند روز خدمتی مردان نکردم، وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، یاد حشر و تابعی میزان نکردم، وای وای. از قیام و از قعود و از رکوع و از سجود یک عمل مستوجب ارکان نکردم، وای وای. یا الها از کرم جرمی عزیزی را ببخش، زان که یک توبه برای آن نکردم، وای وای. عزیزی سمرقندی که ایره عزیزای خدا نسبت به عصرهای 19 میتین، یعنی تصنیفات این عزیزی خدا برادران عزیز 200 سال پیش بود. به سوی ما و تو بود این اشارت، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این وای وای که این عزیزای خدا گفتن، میگد این برای حال خودشان نیست. برادران عزیز، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد، این اشاره به سوی ما و شما بود. برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سوال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سوال کنند، کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است؟ کدام نعمت خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیت 34 میگد و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد ماد میاره که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگد آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان
اگر بیاریم نعمتهای خداوند حساب کردن نمیتواند. کجا از نعمتی بیرون، حتی همین نعمتهایی را که در خود بدنهای ما و شما هست، همین را حساب کردن نمیتونیم. پس برادران عزیز و گرامی، همین است که حبیب خدا گفتند عملهای شما را جنت نمیبرد. گفتن حضرت خود شما را هم عملهاتون جنت نمیبرد؟ گفت خود من هم عملم جنت نمیبرد، مرا رحمت خدا به جنت میبرد. زیرا در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است برادران عزیز، با عبادت اینها را ما به جا آوردن نمیتونیم. پس وقتی که نعمت هایی که خداوند برای ما و شما داده بوده است به عدد بوده است، در حساب اونها ما و شما که لال ماندگیم حساب کردن نمیتونیم. پس سوال همین است، با ارزشترین نعمت در بین این نعمت هایی که الله بر ما داد چی هست؟ شاید برادرای عزیز جوابها هر گونه باشد. ممکن شخص گوید که فرزند بهترین نعمت خداست. شاید نفر گوید مال و ثروت بهترین نعمت خداست. شاید دیگر آدم پیدا شود گوید که تن صحت بهترین نعمت است. شاید کسی دیگر پیدا شود گوید زیبایی که خدا به انسان داده است بهترین نعمت است. خلاص هر کی یک چیز میگوید. ولی بعد نعمت اسلام برادران عزیز، بهترین نعمتی که خدا به انسان داده است این وقت است. وقت. شاید برادرای عزیز وقتی که من وقت میگم، ولی توغرل میگه بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل. توغرل میگه همین مصرهای بدیل میگه تماما حیات ما دیگرگون کرد، مقصد جگرها ما سوزان. بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل، که طاق عمر گر بیشکست ممکن نیست تعمیرش. یعنی مساله هایی که عمر می سازند برادر عزیز، اون مساله ها یکی همون وقت است. شاید برادر عزیز وقتی گپ درباره وقت می رود ممکن که نه آنقدر جالب باشد، نه آنقدر برای شما پسند باشد. برای چی؟ برای که شما به قدر همون وقت نمی رسید. وقتی که شما به قدر وقت نمی رسین، ارزش وقت که نمی دانین، حتی در گرد صحبت هم بسیار به تأثیر می مانند. ولی برادرای عزیز، علما چگونه حضرت داملا از آیت های قرآن، کلمه های قرآن، حرف های قرآن برای ما و شما بیان کردن. علما میگن در قرآن 74 جا خداوند با شب قسم خورد، 54 جا با روز قسم خورد. بینین خداوند میگه واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی. خدای مهربان میگه والضحی واللیل اذا سجی. خدا میگه والفجر. خدا میگه ولیال عشر. خدا میگه والعصر. بین خداوند به چیزهای قسم میخورد که اونها ارزش دارند. الله را بین به وقت قسم میخورد که این شب و روز، این زمان، اینها ای وقت عبارتند. زی لحاظ برادرای عزیز، شاید که ما باز تکرارم شود، ما به قدر وقت نمی رسیم. آیتی هست برادرای عزیز در سوره مبارکه مؤمنون، آیت 99 و 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني
لعلی اعمل صالحا فيما ترکته کلا انها کلیمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همین است. وقتی که دیگر ما به جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی رو که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفت است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفت است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک بعد است، مراد از این می این نماز است، مراد از این می این محفل های خیر است. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. و جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزمی جان کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر آن است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را با تمام لذتش جمع کو به یک بزمی جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکته. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم، میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زاره میکرده خدای یک تکمالش در دنیا که مانده است، وقتی پیش خدا که میرفته زاره میکرده است، میدیده است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دست بیچاره را نگرفتم، زاره میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنه، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادرای عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شاکو جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خواندم میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا زالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادرای عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در یک سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه
5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیتیم. 1 دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب بالاست کلمه لا اله الا الله در 1 دقیقه تا 50 بار 60 بار بگوید. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است. ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر هم 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشه. زین لحاظ برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره، میگه وقتی که آفتاب روشن میشیده است روزی نو که می آمده است، میگه همین روز به آدمی زاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهدی همه کارهای تو هستم، پایبندی کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی. یک قصه شیخ سعدی میارد، میگد ز عهد پدر یاد دارم همه، ز عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلی لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه دست ما گرفت، میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید، لوازمات مثال تعلیمی را گرفت، حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شدگیم، همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم. نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانیم. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه، میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت؟ زن گرفتی؟ گفت والله لا. گفت ما اتزوج به، حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یکی یگون مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت؟ گفت الیس لک قل هو الله احد؟ گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح؟ سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است، چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت هم میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر گفت تزوج زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآن، زیاد که تلاوت قرآن، یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتره. برای می برادری عزیز این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان ضرر به جامعه ما به یگان سیاست ما نداره. های قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه هم از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کمو یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یک مشتری با خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار بود است، دیده از دست شیخ
ҳамин як ангуштари қиматай як дона ки хирмора овар додашо гуфт бачам бигира мара ангуштарира мегӯяд ангуштарира дустам гирифт чун нашиносад ангуштари тифли хурд чун нашиносад ангуштари тифли хурд лабай ба ширинӣ аз вай тавонанду бурд ба шайх саъдӣ гуфт вақте ки ман ки кӯдак мақсад тифл чӣ медона ангуштари чи ай чӣ миқдор арзиш дорад ба як дона ширинӣ ангуштарира марда гирифт бир рафт лекин мақсади ҳазрат чи ай то ҳам қадри умри худ нашинохтӣ бубин то ҳам қадри умри худ нашинохтӣ ки дар айши ширин барандохтӣ мегӯяд шумо ҳам мегӯяд ҳамин хел шумо ҳам ранги ҳамун кӯдаке ки ангуштарира қадрша надонист шумо ҳам ба қадри ҳамин умртон ба қадри ҳамин вақтон нарасидед нашинохтед зин лиҳоз бародарои азиз аку дар ин нисбат суҳбатҳо зиёд аст аз ин лиҳоз ман иншоалло умедам ҳамине ки шумо ба қадри ҳамун вақте ки меган хоб иншоалло шумо мерасен эҳтироми мисол ба вақт дорен қадри вақта мекунен ва дар баробараш худо хоҳад шумо назди худованд подошу савобтона мегиред бародарон ман пеш аз омаданам ай саҳар ҳамин қадар зангҳои зиёд шид ки тамоми мусофирҳое ки дорем дар берун тоҷикистон ҳамаш хоҳиш кардан дар ҳақмон дуо кунед одамое ки эътикоф шиштанд бечоро ҳамаш хостанд ки дар ҳақмон дуо кунед инҷа дам акай домло аз номи як модари беморам гӯшзад карданд ки ва як чизи дигар аҷиб гуфтанд як се занак зангам зад гуфт домло мақсад мо ҳамин суҳбатҳоро хай мардум оз интернетҳо дигар қади гӯш мекунанд гуфт мо зани диюмем ҳамин мардакое ки зани диюм гирифтагиам бигеншон ки адолата ҳам ҷорӣ кунанд дар ҳақшон дуо кунед ки мақсад мо зани диюмему тамоман дигар ягон суроғу пай надорем аз ин лиҳоз гуфт дар ҳаққи ҳамаи ҳамин моҳо ҳам дуо кунанд гуфта худои меҳрубон ҳамаи бародарое ки дархости дуо карданд таманниёту мақсудҳошона худо ҳосил кунаву ин маҳфил чӣ маҳфили хайре ҳаст худои меҳрубон он подошу аҷрҳое ки дар дохили ин аст барои ҳамаи шумо аллоҳи меҳрубон насиб бигардонад раббана ифтаҳ байнана ва байна қавмина билҳақ ва анта хайрулфотиҳин амина иҷада пешаи шиштанам ҳамин шонама бировардам ришма шона камуд бан та нигаҳ кам иҷа мардакои бериш бисёр будай гуфтам яке худое дар дилшон медурора ҳавасшон мекуна ки ҳамин риша шона кардан ягон таъкид яке худованд хай ба риша шида бошен ришотона монен ям иншоалло пайравӣ аз суннати пайғамбар монай ин муҳаббати ба пайғамбари худо иншоалло савоби зиёд мегирем худо ҳаматона нигаҳбон бошад.